از پراکاتا میریم 80-100 سوم در دخترامون فتا میخریم. پراکات حاضر باز اینشا من درک نداشتم، نو درک دار شدم که دخترها تا توی تمام شدن تا 10 تا 15 تا نمود فتا را علیش میکرده 15 دقیقه پس. هر کدام این 100 سامان است. تصور کنید این پولهای مال در راه باطل نرفته ایستاده است. پس از کجا ما و شما زندگی ما را بنیاد کنیم؟ از کجا دیگر ما و شما حالت خوب داشته باشید؟ من باوری دارم، باور کنم این نمازگزارایی که در همین درون هستین، خیلی اگر یگان تا اگر ثروت و دولت زیاد نداشته باشین، اکثریت فقیرین، اکثریت کمبغل هستین. شما نمازی به حضور دل ندارید به خاطر که شما مال ندارید، به خاطر که خاطر شما پریشان است. شما حتی خداتون به محبت عبادت کردن نمیتونید. السلام علیکم داملای محترم، من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانی. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک‌های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرمه ها. آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نه؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین، من میگم 3 طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست. اگرچه ما و شما ملالشیم از این سخنها. بیایید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم. بنی تمیم گفتگی یک قبیله بود، پیش پیغمبر، پیش عایشه آمدن، مادر ما و شما، زن پیغمبر خدا آمدن و حضرت عایشه وقتی که میگه لباس های این بنی تمیم دید که خیلی شفاف بود، خیلی تنوک بود، یعنی بدن نما بود. میگه حالت حضرت خیلی تغییر یافت و گفت این کنتون مؤمنات فلیس هذا بالثياب المؤمنات. ای مادرای عزیز، گفت اگر شما دعوا کنین که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، این لباسی که شما در بر کردین این نشانه مؤمنی و مسلمانی شما را نشان نمیدهد. این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی، دعوای تو دروغ است، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروسی میگوید یوسف قرضاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها. یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدند و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردند، اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردند که اینها بپوشند، اینا مثل ما پیرو شوند، اینا مثل ما دوزخی شوند. همچنان لباس میگه در برش بود. حضرت عایشه چی گفتند؟ حضرت عایشه گفتند لم تؤمن بصورت نور امرأة تلبس هذا. حضرت عایشه گفتند ای خواهر عزیز، گفتند اگر این لباسی که تو در بر داری، این لباس کسایی میپوشد که به سوره نوری که در قرآن خدا فرستاده است به سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم برآمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنین. خداوند میگوید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. صدق الله العظیم. خدا میگوید ای خواهران، ای بندگان، شما وقتی لباس میپوشین، لباسی بپوشین که بدنهای شما نتابد. وقتی رویمال در سر می اندازین، چنان رویمال اندازین که گردن و گوشهای شما را بپوشاند. تفسیر نصفی نزد من از حنفی مذهب است. حضرت میگوید در اینجا مطلب خداوند این است که گوش، گردن، دستها، بازوهای زن، همه اینها ستر هست. اینها را خدا گفته ایستاده است که باید که انسان چیکار کند؟ باید اینها را پوشیده بگرداند. اگر ایمانی بر خدا داری، ایمانی به سوره نور داشته باشی،